سلام و درود به شما عزیزان، هر کجای ایران که هستید، هر کجای جهان که هستید. بار دیگه میزبان آقای رضا تقی‌زاده هستیم در لندن. نیاز به معرفی بیشتری ندارن آقای تقی‌زاده و خوشحالیم که بار دیگه در یوتیوب از این طریق با من و شما همراه هستن. اون هم تقریبا کمتر از 24 ساعت مونده به دور دوم شکست قهرمانانه انتخابات حکومت فقیه. خوش اومدید آقای تقی‌زاده عزیز. سپاسگزارم از شما آقای چالنگی و خوشحالم از اینکه دعوت کردید و فرصتی هست برای اینکه در مورد مسائل انتخابات ایران با شما صحبت کنیم. خب آقای تقی‌زاده، این آقای خامنه‌ای زد زیر قضیه، یعنی خودش اومده بود گفته بود که این رأی به نظام هست، به اسلام هست، همه اینها، و ضمن اعتراف اومده گفته نه اونطوری که پیش بینی میشد و توقع داشتیم نشد. ولی ضمناً این نیستش که مثلا کسایی که رأی ندادن مخالف نظام هستن. این چجوری میشه؟ بالای 60% طبق آمار رسمی، فرض کنیم اون آمار درستی که درست نیست، 15% بیشتر شرکت نکردن، اکثریت رأی به نظام، خودت گفتی الان زده زیرش. اینو چطوری، اولین بارم نیست میزنه زیر حرفایی که زده، اینو چطور ارزیابی میکنین؟ ناشی از چیه؟ دیگه بو برده که دیگه وقت چندانی نیست برای این حکومت. چه هست؟ کدوم دیکتاتوری آقای چالنگی که اعتراف بکنه مورد پشتیبانی مردم قرار نداره؟ یکی از مشکلاتی که این حکومت داره این است که سازوکارهایی رو در درون خودش ایجاد کرده که با طبیعتش نمیخونه، من جمله انتخابات. خب در این دیکتاتوری، در یک حکومت اقتدارگرا، حتی با شکل مدرنش که این حکومت نمیتونه مدعی بشه شکل مدرن حکومت‌های اقتدارگراست، انتخابات جایی نمیتونه داشته باشه. انتخابات یک امر فرمایشی است. ولی اگر که همین امر فرمایشی رو تبدیل کردی به رفراندومی علیه خودت و در ارتباط با مشروعیت خودت، خب این شکست رو هم باید بپذیری. آقای خامنه‌ای شاید تصور داشت یا از طریق اطرافیانش گور خورده بود که این بار با حضور تو و تشویق دیگران و آوردن یک دلغک دیگری مثل پزشکیان باز میشه این بازی 46 ساله رو 44 ساله رو ادامه داد و با سیرک انتخابات یک وسیله دیگه‌ای برای گول زدن مردم پیدا کرد و اقلیت رو به جای اکثریت گذاشت. ولی دید که شکست خورده. ولی چون تاریخ این شکست ها، تاریخ برگزاری دور بعدی سیرک انتخابات فاصله کمی بود و مردم حتی اگر حافظه گذرا داشته باشن به یادشون مونده، به نوعی میخواد این رو مرمت بکنه، مرمتی که واقعا برای علی خامنه‌ای شکل توف سربالا رو داره. خب دوباره همون حرفا رو اومده زده، میگه که این رأی حالا روز جمعه دیگه بیشتر از قبل میان شرکت میکنه، دوباره رأی به اسلام، رأی به اصطلاح بقای نظام هست، رأی به نظام هست و خداوند یاری کنه که بهترین رو انتخاب کنه. یعنی بین این دو نفر مثلا خداوند وسط این همه مشغله‌ای که داره و کار و زندگی که هست و این همه هستی و کهکشان‌های مختلف، باید یکی از این دوتا رو یاری کنه که انتخاب کنه. اینو چطور می‌بینید؟ آخه انتخابات که برای رأی به اسلام اختراع نشده، انتخابات برای انتخاب یه بابایی بیاد خدمات عمومی رو انجام بده با دولتش. چرا سر از اینجا در آورده این مردم سالاری کذایی دینی؟ برای اینکه واقعا در منطق به روی این حکومت بسته است. منظور از خدا هم خود اوست. این علی خامنه‌ای است که پشت پرده تصمیم میگیره که این بار کدام یکی از این دو دلغک رو به مسند قدرت برسونه. البته اشتباهاتی در ترکیب این عوامل، 6 نفری که به عنوان احراز صلاحیت شدن معرفی شدن به مردم صورت گرفته بود. شاید با تعجیل این کار صورت گرفته بود. شاید اگر مقداری عقل بیشتر این حکومت می داشت، کسانی رو میگذاشت که شاید توجیه اونها از توجیه 6 نفری که در کنار اونها حالا آقای محمدی اصلاح طلب شده هم قرار داشت، شکل بهتری به این آرایش میداد. ولی با تعجیل این کار رو صورت دادن و فکر کردن که نمایش انتخابات رو در یک فرصت کوتاه میتونن به سر بیارن و بازی رو به اتمام ببرن. موضوع این آقای چالنگی که انتخابات واقعا در این حکومت وسیله کار خیر حتی برای حکومت نیست، چون غیر طبیعیه
چون غیر عادیه، چون حکومت نمیتونه باهاش بسازه، چون نمیتونه هضمش بکنه، تبدیل شده به یک وسیله آسیب رسوندن به این حکومت. و ما شاهد بودیم یکی از ملاک‌های مقاومت مدنی مردم ایستادن در مقابل این حکومت شمار کسانی بودند که پای صندوق میرفتن. البته حکومت همیشه این فرصت داشته که آرا رو دستکاری بکنه، بالا پایین بکنه، شمار شرکت کنندگان رو تغییر بده و غیر ذالک، ولی مردم این وسیله مبارزه مدنی، مقاومت مدنی علیه حکومت رو از دست ندادن. و این حکومت شاهد بود در انتخابات 3 سال قبل که رئیسی نامزد اونها بود، حتی با همه تقلب‌های صورت گرفته بود، پایین ترین میزان مشارکت رو از طریق مردم شاهد بود و این بار میزان مشارکت از زمان رئیسی هم پایین تر بود. بنابراین عدم حضور پای صندوق‌های رای، اولویت مردم نبودن انتخابات وسیله شده برای لطمه زدن به حکومت و مردم این رو به خوبی دریافتن، به خوبی این راه رو پیدا کردن و ما دیدیم که در انتخابات دور اول یا سیرک انتخابات دور اول مردم از این وسیله علیه حکومت استفاده بردن. حالا علی خامنه‌ای مونده با عامل عدم مشروعیت، عدم پشتیبانی مردم و به هر حال میخواد صورت خودش رو به هر نحو با سیلی سرخ نگه داره. خب این هوشیاری رو، این زیرکی رو، این همراهی و همدلی و همعملی که انجام شد در تحریم، عملا خب یک رهبری منسجم و اینا نداشت. یک ابتکاری بود که از این ابتکارات در میون مردم ایران در داخل کشور بسیار شاهد هستیم. این رو اهمیتش رو برای مرحله کنونی و برای آینده ایران چقدر میدونید، چگونه ارزیابی میکنید برای پیش بردن هدفهای مردم ایران، پس گرفتن ایران از رژیم آخوندی؟ به نکته خوبی اشاره کردید. این بار ما آقای چالنگی تظاهرات خیابونی نداشتیم، شورش مردمی وجود نداشته، سلبریتی های مدعی رهبری مردم و رهبری سیاسی جنبش های مردمی وجود نداشته و هیچ سازمانی نه در داخل نه در خارج به اعتراضات مردمی و تحریم انتخابات داده نشده. این یک حالت کاملا خودجوش داره و اینه که بزرگترین خطر علیه حکومت به شمار میره و خوشبختانه کسانی که مدعی رهبری سیاسی مردم هستند در مقابل عظمت ابتکار مردم و پیوند خوردن خواسته های مردم در درون کشور به همدیگه بدون سازمان، حالا باید سر تعظیم فرود بیارن. این حالت طبیعی اعتراض عمومی علیه حکومت بدون داشتن سازمان، بدون داشتن رسانه، بدون داشتن پوشش خبری نشون میده که عمق فاجعه برای حکومت چقدر زیاده و این عمق فاجعه رو شما حتی از زبان نامزدهای این حکومت میشنوید. وقتی که پزشکیان در مقابل جلیلی اعتراف میکنه که مردم 60% حداقل با آماری که خود حکومت داده، بیشتر از 60% به ما پشت کردن و در انتخابات شرکت نکردن و جلیلی هم مثل بز اخفش به اون نگاه میکنه و این حرف رو تایید میکنه. تا جایی این مبارزه مردم پیش رفته که آثار اون رو حتی در رفتار و حرفها و کلام و منطق عوامل حکومت هم میبینیم و علی خامنه‌ای هم این قضیه رو کاملا درک کرده. اهمیت این موضوع رو آقای چالنگی به هیچ وجه نباید کم گرفت و این یک فراز، یک نقطه عطف در مبارزه مدنی مردم علیه حکومت. مردمی که راهکار مبارزه با حکومت رو خودشون انتخاب میکنن و خودشون اجرا میکنن. خب من همونطورم که شما هم اشاره کردین، خود خامنه‌ای اولین بار بود، چون معمولا بعد از هر انتخاباتی میومد تبریک میگفت، مشت محکم دیگه ای زنید به دهان آمریکا، به دهان صهیونیسم، کوبیسم، امپرسیونیسم، همه اینا قدم میگفت جلو. یادتونه دیگه آقای طاهرزاده اول این کلمه فئودالیستا رو حزب توده انداخته بود تو دهن اینا. اون مجلس اول میگفتم ما باید مشت محکمی به دهان این فوتبالیستا بزنیم. رفسنجانی رئیس مجلس بود، از اینا زیاد گفتم، بعد تا حالا رسیدم اینجا. خب این خیلی مهم است. الان این اهمیت رو چطور باز میشه منتظر ابتکارات بعدی مردم بود در دوره‌های بعدی راهی که در پیشه، یا اینکه رهبری لازم داره چه هست؟ نه واقعا
من تمنام از کسانی که مدعی رهبری سیاسی هستن این است که در حاشیه بنشینن. حتی اگر به اقبال مردم باور دارن، مداخله در کار مردم نکنن. وقتی میبینیم که بدون سازمان، بدون رسانه مردم تصمیم میگیرن و در صحنه موفق میشن، علیه حکومت به پیروزی میرسن، این نشون میده که مداخله ما میتونه مانعی در راه مردم باشه. شما اگر واقعا به پشتیبانی مردم احتیاج دارید که به هر حال این طبیعیه، هر مملکتی برای اداره امور سیاسیش، برای اداره دولتش به جماعتی نیازمنده، ولی اجازه بدید این مردم کار عبور از حکومت رو خودشون به دست بگیرن، خودشون مسیر حرکت در تقابل با این حکومت رو تعیین بکنن و بعد که وضعیت تغییر کرد شما وارد میدان بشید، به صورت سیاسی، به صورت حزبی، رهبری تاریخی، هر شکل دیگری که میخواید به او بدید، منتظر باشید تا تکلیف این کار رو مردم در کف خیابان به هر شکلی که مصلحت میدونن، به هر شکلی که در لحظه نسبت به فرم و سازمانش قضاوت میکنن انجام بدن، بعد شما وارد میدان بشید. من امیدوارم که در مرحله اول کسی فکری نکنه که از این پیروزی مردم میخواد سوء استفاده شخصی بکنه، دوباره به حساب خودش در یوتیوب و تلویزیون نشنال و اینترنشنال و غیر ذالک حساب خاص باز بکنه. اجازه بدید مردم پیروز بشن. مردم در یک فاز، در یک فیز، در یک مرحله از این مبارزه حتی رسانه ها رو دنبال روی خودشون کردن. همین تلویزیون پربیننده‌ای که و پرهزینه‌ای که وجود داشت و یکی از عوامل شکست انقلاب مهسا بود، به علت آوردن آدم‌های چپ و چوله، آوردن آدم‌های هزار رنگ، آدم‌های بدون سابقه، بدون شناسنامه و اونها رو به خورد مردم دادن به عنوان رهبر و تحلیلگر و غیر ذالک، احزابی که از آشپزخونه های مردم در می آوردن، آدم‌های مجهول الهویه و مدعی می‌شدن. این امروز می‌بینیم که این بازی تا حد زیادی برای اونها هم تموم شده و همین آدم‌ها هستن که دنباله پیروزی مردم رو گرفتن. شکست آقای علی خامنه‌ای و حکومت خودش رو، حکومت او رو بروز میدن، تبلیغ میکنن. بنابراین خاتمه کلامم در این بخش این است که آقای چالنگی، مدعیان رهبری سیاسی جامعه باید کنار بنشینن و اجازه بدن این مردم با طبیعتی که خودشون تعیین میکنن راه و روش ادامه مبارزه رو تعیین بکنن و این رو به پایان ببرن در هر فرصتی که اونها مقتنم میشمرن. این مبارزه تا حالا مبارزه پیروزی بوده، گام به گام، مبتنی بر مقاومت مدنی است و مبارزه مدنی است و یقینا به نتیجه میرسه. خب اون چی که شما گفتین تا اونجایی که من یاد دارم و دنبال کردم، چهره محبوبی مانند شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت رسما و علنا صحبت رهبری نکردن و حرفایی که زدن شبیه کم و بیش همین بود که شما گفتید و توصیه کردید. آیا این توصیه شما شامل حال ایشون هم میشه؟ چون به هر حال نماینده یک نهادی هستن که به واسطه کارنامه اخیر این نهاد، یعنی رضاشاه پهلوی، محمد رضاشاه پهلوی، دو پادشاه سلسله پهلوی، کارنامه مجموعاً مثبتی هست و نسل جوان ایرانی شاید به مراتب بیشتر نسل پیشین قدردان این کارنامه است. این توصیه شما به خاطر چنین اعتبار و محبوبیتی که یافته متوجه ایشون هم هست یا تاکنون به همین مسیر رفتن یا نظر دیگری دارید؟ در اون قاعده‌ای که من گفتم آقای چالنگی، من استثنایی نمیبینم. حق با شماست. مردم دوران طلایی پادشاهی شاهنشاه فقید ایران رو و دوران سازندگی ایرانسازی رضاشاه کبیر رو به یاد دارن. این سرمایه به اندازه کافی بزرگ هست، وزن تاریخی داره و در افکار عمومی تأثیرگذار بوده و هست که بتونه به عنوان آلترناتیو، به عنوان بدیل این حکومت ملیت ستیز جای خودش رو در افکار عمومی باز بکنه. بنابراین تمام کسانی که در جایگاه رهبری خودشون رو میبینن باید این تفکر افکار عمومی رو، احساس افکار عمومی رو
پیدا بکنن، درک درستی ازش داشته باشن و منتظر بمونن با این امید که افکار عمومی بعد از واژگانی این حکومت، بعد از عبور از این حکومت، بعد از فروپاشی، اون جایگاه تاریخی رو بهش سهه بگذارن. درسته ما در زمان فروپاشی حکومت وقتی که قدرت کف خیابان میفته یک مدیریت خیابان رو بهش نیاز داریم، ولی مداخله در این مرحله میتونه مبارزه مردم رو با مشکل روبرو بکنه و مقداری مداخلات خیابانی حتی میتونه مانع راه مردم بشه. اون چی که من به عنوان نظر شخصی اظهار کردم، به عنوان کسی که به ملیگرایی شاید خودش رو مفتخر میدونه، این است که تمام نهادها، سازمانهای سیاسی بگذارن رقابت رو برای زمانی که مسئله فروپاشی حکومت اتفاق افتاده و نه قبل از اون. خب این ملیگرایی که شما اشاره میکنید چون تعریف‌های مختلفی پیدا کرده، من دیدم که بعضیا به کار میبرن بدون اینکه حتی دقیقاً روشن باشه برای خودشون چه هست. تعریف دکتر رضا تقی‌زاده از ملیگرایی چه هست؟ این که ما منافع ملی رو، مسائل ملی رو به گرایش‌های سیاسی و فرم حکومت گره نزنیم. این که باور بکنیم ما یک ملت هستیم و نه تشکیل شده از ملت‌های کوچکتر یا متنوع. این که ما یک زبان مشترک و واحد داریم، ضمن احترام گذاشتن به تمام گویش هایی که در درون چارچوبی که از اون به عنوان ایران یاد میکنیم قرار دارن، ضمن احترام به تمام ریشه های فرهنگی اونها، سنت های اونها و رفتارهای اونها. ایرانی که در اون یک نیروی قضایی واحد وجود داشته باشه، ایرانی که بین استانها و قومهاش خطکشی صورت نگرفته باشه. این ایران اگر کسی بهش باور داشت باید او رو ملیگرا دونست، در تقابل با وضعیتی که امروز داریم. یعنی حکومت امروز ایران حکومت مذهبی است که مرز جغرافیایی رو به رسمیت نمیشناسه، امتگراست و به دنبال توسعه اسلام، درست در تقابل تفکری که ایرانگرایی و ملیگرایی رو تبیین و توجیه میکنه. ما حالا خارج از ایران، ما در جاهای دیگر دنیا، آمریکایی که شما در اون زندگی میکنیم، یک نماینده داریم که او خودش رو در یک دوگانگی شبیه یا موازی با اون چیزی که در ایران امروز داریم، خودش رو در جایی قرار داده که میگه آمریکا نخست و خودش رو در تقابل با جهانگرایی شرکت‌های چند ملیتی، سرمایه‌دارها و حزب دموکرات قرار میده. ولی در ایران این شکل برای ما شکل مشخصتری داره و تعریف‌ها اجزای روشنتری دارن. توی آمریکا شما چندگانگی زبان رو ندارید. اسپانیولی ها نمیگن ما چون اسپانیولی زبان هستیم بیاید به ما استقلال بدید، یا مثلا بخشی از آمریکا رو به این علت که ما سیاها در اون اکثریت داریم، واشنگتنی که شما زندگی میکنید بیاید مثلا به ما استقلال بدید چون اکثریت با ما سیاه‌پوستاست میشن. نه، این مشکلات در ایران به این صورت نیست، ولی شکل دیگری داره. ایران وارث یک امپراتوری قدیمی است، وارث یک تاریخ تمدن بسیار پر افتخاره و ایران مدعیانی داره در دنیای امروز که موجودیتش رو به شکل کنونی تهدید میکنن. برای اینکه ما ایران خودمون رو و ملیگرایی رو تعریف بکنیم، برای خودمون تعریف‌های خاص داریم که من بخشی از اون رو در اون پرسشی که شما داشتید به عنوان پاسخ عرضه کردم. خب آقای تقی‌زاده، بله الان در فرانسه هم همین هست، خانم مارین لوپن هم همینو میگه و حرف درستی هست. حالا بحث دیگری است این کشورها. ایران مقدمه بر هر چیز، حتی بر نوع نظام. حالا عده بسیاری، شاید اکثریت مطلق ایرانیان معتقد هستند که در ایران نظام پادشاهی سنت دیرینه ساختار حکومتی بوده، بنابراین این سازگارتره و ساختار حکومتی هم در خدمت مصالح ایران. بنابراین در تعریفی که شما دارید میکنید ایران مقدمه بر هر چیز و حتی یک
هموطن چپ هم میتونه آدم به این معنا ملی باشه. حالا راه روشی، من دست کم دوستان چپ کم نداشتم که آدم‌هایی بودن واقعا ایران دوست بودن به یک معنایی، فارغ از اونایی که سرسپرده استالین بودن، فارغ از اونایی سرسپرده کوبا بودن، اعتقادشون این بود، یک جور نزدیک به سوسیالیسم بودن یا هر چیزی که بود. بنابراین در این تعریف میگنجه که احزاب دیگه ما نمیتونیم بگیم هم دموکراسی باشه و ملیگرایی مخالف اینه که احزاب دیگه هم باشه. نه، همه باید در معرض قضاوت مردم باشن. حالا انتخاب میشن نمیشن بحث دیگری است. میگنجه در تعریف شما؟ اینجا بذارید آقای چالنگی یک نه خط کشی ولی تعریف روشن‌تر داشته باشیم از دو گروهی که خودشون رو ملیگرا معرفی میکنن ولی بخشی از اونها مبارزه از درون رو سرلوحه کارشون قرار دادن. میگن ما ملیگرا هستیم ولی با تمام نمادهای ملیگرایی خودشون رو در تقابل و تضاد قرار میدن. میگن ما ملیگرا هستیم ولی ملت ما کردستان است، ملیگرا هستیم ملت ما ترکستان است. ملیگرایی هم هست که به ملیت جامع فکر میکنه ولی با عرضه کردن طرز فکرهای متفاوتی مسیر راه رو عوض میکنه. نمیتونید شما بگید که من یک ملیگرا هستم در شرایط امروز ایران و فدرالیست هم هستم و میخوام حکومت با مدیریت ظاهرا غیر متمرکز اداره بشه و بدون این ما نمیتونیم ملیت خودمون رو حفظ بکنیم. اینها از درون دارن مبارزه میکنن. درسته در جایی باید تقسیم کار صورت بگیره، تقسیم مدیریت صورت بگیره، مردم اداره امور محلی خودشون رو به عهده داشته باشن. یقینا در تمام نقاط ایران باید فرهنگ‌های محلی پاس گذاشته بشه و حتی ترویج بشه، ولی نه در راه مبارزه با حفظ تمامیت ایران. این نکته رو هم من تاکید بکنم آقای چارلنگی که فرم حکومت به هیچ وجه با اهمیت تر از تمامیت یک واحد جغرافیایی نیست. ما فرم حکومت رو برای حفظ خانه پدری خودمون میخوایم، برای حفظ مملکتمون میخوایم، برای اداره بهتر اون میخوایم، نه به خاطر خود فرم حکومت. بنابراین چه پادشاهی چه جمهوری خواهی وسیله است برای حفظ موجودیت خانه پدری و رفاه بیشتر مردمی که در این خانه زندگی میکنن و به هیچ وجه با اهمیت تر از مجموعه اون نیست. خب آقای تقی‌زاده این که روشن، یعنی بله کسانی که صحبت اولا بسیار من عذر میخوام ادبیات من و شما نیست، احتمالاً شما موافقید با این حرف من که ادبیات ما این نیست، ولی بسیار بیسوادانه مسئله رو مطرح میکنن. یعنی اصلا همین فدرالیسم که مطرح میشه انگار یه کشورهایی وجود داشتن و بعد اومدن گفتن حالا فدرال بشه. یا مثلا راجع به ملیت ها اولش خلق بود و بعد الان شده ملیت و بعد معلوم نیست نماینده کی هستن. مثلا حزب کموله خودش منشعب میشه و نگاهشون هم به کردستان، یک دار و دسته بارزانی و طالبانی و اینها صاحب کردستان شدن در اثر فلاکت عراق. بنابراین چاپیدن. همین حوالی ما یکیشون خونه آنچنانی خریده همون اوایل در ارزونیا گفته شد، از دلالشو من دیدم اینجا تصادفاً حدود 7-8 میلیون. خب میبینن کردستان و مثلا اصلا نماینده کسی هم نیستن بگیرن و اینها بالاخره مثل بارزانی ها میشن، مثل طالبانی ها میشن فلان فلان. بحث من اینها نیست. اینها نیست که از جهاتی آدم های بی سواد، از جهاتی آدم های خودخواه و هیچ ارتباطی هم ندارن. حتی هم استانی های من خوزستانی ها، عرب های نازنین هموطنان ما. بحث من این هستش که در یک ملیگرایی خب همه میتونن آزاد باشن. یک کسی که اندیشه داره خیرخواهانه فکر میکنه این راه به سود ایرانه، حالا اسمش سوسیالیسم هست هر چیزی که هست، اینها میتونن فعالیت کنن. با دستگاهی هم هست که اگر اینا فرمانبر یه حکومت هایی مثل استالین این هستن اون بحث دیگه است. حرف من این هست این آزادی های مشروط اساسی انسان که حق بیان هست در ملیگرایی مورد نظر شما گنجانده میشه که فردا کسی بیاد بگه آقا من میخوام یک حزب سوسیالیستی تشکیل بدم، میتونم یا نه؟ واقعا چرا که نه. زمانی بود که نوعی از سوسیالیسم در ایران
وسیله یا اسب تروای قدرت‌های بزرگ بود برای اینکه بتونن جایگاهی در داخل کشور پیدا بکنن، نظام سیاسی کشور رو فرو بپاشن و حکومت رو مستعمره یک قدرت بزرگتر بکنن، مثل حزب توده که ایده سوسیالیستی بودن رو برای هدفهای بزرگتری به خدمت گرفت و در نهایت تجزیه ایران مثل اعلام دو جمهوری تقلبی و ساختگی در شرق ایران، در آذربایجان و مهاباد، وسیله‌ای بود، دنباله‌ای بود برای تجزیه ایران، برای تأمین حقوق بزرگتر قدرت‌هایی که می‌خواستند با آب‌های گرم خلیج فارس دست پیدا بکنن. در داخل هم حزب توده به دنبال این بود که حکومت ما رو دنبال روی حکومت استالینی مسکو بکنه. این حکومت به دنبال این نبود که استقلال ایران حفظ بشه، تمامیت ایران حفظ بشه، ولی مدیریت سیاسی اقتصادی ایران مثلا سوسیالیستی باشه. چه ارتباطی داره، چه تضادی داره آقای چالنگی؟ امروز وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخ 30 سال گذشته مثلا سوئد که یک رفتار نیمه سوسیالیستی ولی سوسیالیست دموکرات رو در پیش گرفته و مردم را از حقوق اجتماعی بیشتری برخوردار کرده، که البته از این هم عده‌ای سوء استفاده میکنن، عده‌ای خارجی کسایی که میرن اونجا برای گرفتن حق پناهندگی و استفاده از حقوق اجتماعی که و اقتصادی که متعلق به مردم سوئد هست. ولی در باطن به هر حال این یک گرایش دموکراتیکه. شما در فرانسه هم میبینید که حتی حزب کمونیست وجود داره، ولی این حزب کمونیست مستقل. طرز فکر سیاسی اقتصادی این حزب مغایر با تمامیت جغرافیایی فرانسه و استقلال فرانسه نیست، ولی در کشوری که هنوز مشق سیاسی رو کامل نکرده و هنوز مردمش در نقاط مختلف با شکل‌های مختلف زندگی میکنن و تفکرشون میتونه نفوذپذیر باشه، این وسیله ها میتونه در خدمت تجزیه ایران قرار بگیره. زمانی که ایران تثبیت پیدا کرد، بدون تردید هر گرایش سیاسی باید به عنوان حقوق اقلیت، حقوق اکثریت و حقوق برابر یک فرد مورد احترام قرار بگیره. و من هم با شما هم نظر هستم که در اون شکل این روش اداره جامعه یا گرایش سیاسی و اقتصادی جامعه نمیتونه هیچ تباینی با ملیگرایی در اون جامعه داشته باشه. خب برای من به دوستان نازنین اشاره کردم که ببر عقاید و افکار چپی داشتن. زمانی یکی از عزیزانی که من از اون بسیار آموختم جناب پرویز نیکخواه بود که توسط همفکران پیشین خودش به خلخالی سپرده شد و تیرباران شد. فیروز فولادی عزیز که همکار بودیم در تماشا و بخت دیدار و پای صحبت‌های نیکخواه نشستن، پرویز نیکخواه بزرگ که دبیر کنفدراسیون دانشجویی بود و این که وقتی به ایران اومده بود و بعداً تحت تاثیر قرار گرفته بود بعدها و دیده بود که ایده های و میگفت، من این از زبان خود ایشون شنیدم که اون چه رو که پادشاه فقید ایران بعدها به اجرا میذاره ایدئال ترین ایدئال های سوسیالیستی بود که ممکن بود بهش فکر کنن. سهم شدن کارگران در سود کارخانجات و جذابیت های بسیار بسیار مهمی که برای اونها دستاورداش دیدن و بر کسان دیگری هم بودن در این زمینه ها. و اما برگردیم به امروز، آینده رو که در مسیرش هستیم، رو به آینده‌ای که مردم در حال رسیدن به اون هستن. این انتخابات اساساً آقای تاج‌زاده به نظر میرسه این معرکه انتخابات رو دست اینا مونده و اینا نمیدونن چی کارش کنن. یعنی از اول تا آخرش هم هر دوتای اینها و هر چهارتای کنار رفته شونم از اول گفتم ما فقط پیشبرنده منویات رهبر جمهوری اسلامی هستیم. یعنی به نظر شما چرا هنوز به این محتاجن؟ برای فرنگی هایی که از اینا حمایت میکنن که اونا هم که میدونن قضایی ها چه خبره. برای افرادی که به اینا اعتماد میکنن خب این شکست بسیار بسیار بزرگی کسایی که پشت سر اینا بودن و به اصطلاح پیرو اینها بودن. اینو چطور ارزیابی میکنه؟ آیا اثری داره این شکست یا این پیروزی مردم ایران روی سیاست هایی که تا به حال از اینا حمایت میکردن به هر دلیلی؟
امیدوارم که این اتفاق بیفته و این اتفاق بدون تردید محکوم است که شکل بگیره. بقیه کشورهای دنیا، قدرت‌های دنیا وقتی با استیصال این نظام حکومتی آشنا میشن، دوام اون رو دیگه امکان پذیر نبینن. علت این که این مثل بار روی دست انتخابات، منظورم است حکومت باقی مونده، میراث دورانی است که خمینی با این باور غلط به قدرت رسید که یک از پشتیبانی مطلق مردم در داخل کشور برخورداره و دوم دچار این اشتباه شد که این پشتیبانی مردم برای او ماندگار مادام العمره و با توجه به این پشتیبانی مردم در اون مجلسی که به عنوان مجلس مؤسسان شکل داده بودند مسیری از قانون رو در پیش گرفتن و تدوین قانون رو که کار رو به اینجا کشون. یک الگو آقای حبیبی که یکی از مشاورین خمینی بود، با الگو گرفتن از قانون انتخابات فرانسه به فارسی ترجمه کردن. همین انتخابات 2 مرحله‌ای که ما در فرانسه داریم در جمهوری اسلامی هم وجود داره و شکل دادن به یک مقام رئیس جمهوری که اول شکل تشریفاتی داشت و بعد نیروی اجرایی شد زمانی که رفسنجانی بهش قدرت سپرده شد. ولی تدریجاً با پشت کردن مردم به دموکراسی به اصطلاح نوع جمهوری اسلامی و خالی شدن پشت حکومت از پشتیبانی مردم به دلایل مختلف، فساد حکومت، جنایت‌های حکومت، کشتار حکومت، اقتصاد فروپاشیده شده ی حکومت، مردم تدریجاً از این حکومت فاصله گرفتن. مردمی که هرگز پشتیبانی از حکومت رو در اکثریت خودشون نمیدیدن ولی به هر حال به عنوان حکومت اکثریت این حکومت خودش رو به بقیه دنیا و به مردم ایران فروخته بود و امروز حکومت به استیصال رسیده آقای چالنگی و نمیتونه مسیر انتخابات رو و ساختارهایی که به عنوان نمادهای دموکراسی ایجاد شده بود در اوایل حکومت جمهوری اسلامی از بین ببره. ولی شاید ناگزیر باشه یک روزی برگرده به اون جایی که امروز طالبان هستن. البته در باطن اینطور هست، در ظاهر هم شکل خلیفگی به خودش بگیره و علی خامنه‌ای یا جانشین او اگر فرصت دوام داشت در قالب خلیفه فکر بکنه ایران رو میتونه اداره بکنه. این قالب نظامی اداری به کار این حکومت نمیخوره، وصله است که به تن این حکومت نمیچسبه و هر روز میبینیم که پاره‌تر و فرسوده تر میشه. خب یکی از نکاتی رو که این کارگزاران حکومت حالا چه علنی چه غیر مستقیم مطرح میکنه، اگه این به اون خلیفگی نرسید، یعنی این حکومت سقوط کنه، حالا دیگه این کم صداتر شده، ایران به اصطلاح ناآرام خواهد شد، این خواهد شد. اون برای این حرف اینه اهانت بزرگتری به مردم ایران که مردم ایران انگار قدرت ندارن که بتونن یک نظامی رو برای اداره کشور خودشون به وجود بیارن با این همه هوشمندی که در این عملیات مبتکرانه نشون میدن. اینا واقعا این توهین رو چطور میشه اصلا باش برخورد کرد؟ یعنی کار ساده تر از این در طول تاریخ نبوده. برای همه ملت ها دوچار مشکل شدن، هر چی که بوده بعدش تونستن سر پاشون بیستن. ملت ایران واقعا نمیتونه اونطور که سعی میکنن. در همون انگلستانی که شما هستین روزنامه‌نگاران صادراتیشون هم حتی این رو سعی کردن تبلیغ کنن. این ترس‌آفرینی است آقای چالنگی برای حفظ وضع موجود و اونهایی که در لندن، نیویورک، لس آنجلس به عنوان نیروهای صادراتی رژیم همچنان زندگی میکنن توفاله های همون انقلاب 57 هستند که حالا مأموریت خدمت عده‌ایشون در نمایندگی های سیاسی رسمی جمهوری اسلامی است، عده‌ایشون در نمایندگی های غیر رسمی جمهوری اسلامی است و اونها در کنار سفارتخونه ها و غیر و ذالک کار تبلیغ حکومت رو ادامه میدن. ولی مردم دست این جماعت رو خوندن، مردم هوشیاری که گام به گام در تقابل با این حکومت تا دندان مسلح به پیروزی های متعدد رسیدن و تونستن خواسته های خودشون رو به چشم دنیا بیارن، تونستن با دادن خونشون با کشته مثل 1.5 سال که به عنوان سال مهسا معروف شد بر روند گرایش های فرهنگی، هنری، سینمایی، موزیک دنیا اثر بگذارن و انقلاب خودشون رو، شورش های خیابانی رو به عنوان انقلاب به اونها
تحمیل بکنن قادر خواهند بود که اجتماع خودشون رو اداره بکنن، قادر خواهند بود که از فروپاشی مملکت، از تجزیه مملکت جلوگیری بکنن. ما مثل کشور کوچک همسایه عراق نیستیم، ما لیبی نیستیم، کشور ما ایران بزرگه، مردم ما مردم مسئول و هوشیارن. البته اعضای حزب باد در جامعه ما هم وجود داره مثل هر جامعه دیگری، ولی اکثریت با کسانی است که درایت دارن، احساس مسئولیت دارن و در موقع لازم پای موجودیت خودشون و مملکتشون، خانه پدریشون نیستن و اون که به عنوان ترس‌آفرینی ما از زبان عمله حکومت میشنویم به هیچ وجه نمیتونه خطر واقعی باشه. اونها برای ادامه وضع موجود این خطرها رو بزرگنمایی میکنن، تبلیغ میکنن و میفروشن. اینها با واقعیت درونی جامعه ما کاملا فاصله داره. هر دوی اینها سطح یک کرباسن، مثل همین که میگن اگه به این رأی ندیم اون میشه و خیلی خطرناکه. بنابراین آقای رضا تقی‌زاده با توجه به گام خردمندانه، مبتکرانه و مسئولانه که اشاره کردید در این انتخابات برداشتن، شما منتظر هستید و مطمئن برای گام‌های بلندتری که مردم ایران برخواهند داشت، چه جمعه چه روزهای دیگه. و آینده رو رضا تقی‌زاده، آقای دکتر رضا تقی‌زاده، از صحبتتون استنباط میکنم روشن میبینید و در اختیار مردم ایران. بدون شک آقای چالنگی، برای حکومت همونطور که گفتم انتخابات چوب دو سرتلاست. در مورد ترکیب نامزدهاش که به مردم بفروشن تعجیل کرده و درایت به خرج نداده. یک آدم لکنتی، یک آدم قرازه مثل پزشکیانی که حتی در انتخابات مجلس آخوندها با وجود یک آدمی مثل قالیباف نمی خریدن، همین نمایندگان به اصطلاح مجلس روزخوان‌ها که به عنوان نایب رئیس مجلس قبولش بکنن، با تعجیل برای اینکه جنسشون رو ظاهراً جور نشون بدن به عنوان یک نامزد اصلاح طلب معرفی کردن که خود اینها میگن دولت سوم روحانی است. و یک آدم از او بی ارزه‌تر رو مثل جلیلی، اصولگرای به اصطلاح اصولگرا، منفی، دست راستی، افراطی و بدون منطق که درکش از سیاست خارجی امروز دنیا این است که من دکترام رو در مورد سیاست خارجی پیغمبر اسلام نوشتم. حالا شما اینو تطبیق بکنید با مسائل امروز روابط بین‌الملل. اگر آقای چالنگی در نهایت تصمیم بگیرن، حالا امشب یا فردا، خدای این حکومت یعنی علی خامنه ای تصمیم بگیره که یکی از این دوتا رو از صندوق در بیاره، باید عواقب انتخاب غلط یا درست خودشی که دقیقاً درست نخواهد بود بعد از اجرا ببینه. اگر جلیلی انتخاب بشه از طریق خدای حکومت و او از صندوق در بیاد، با وجود یک آدمی مثل آقای ترامپ شما دو قطب همنام رو به هم نزدیک میکنید که دور شدن اونها میتونه شکل انفجاری داشته باشه. با جلیلی جمهوری اسلامی به استقبال جنگ میره، ولی با پزشکیان و بیقابلیت هایی که او خواهد داشت، با دست تنگی که حکومت داره، حتی در مقایسه با دولت روحانی که واقعا 150 میلیارد دلار پول ایران رو از طریق فروش نفت و پولهای آزاد شده گرفتن، بازم ما شاهد شورش های مردمی بودیم. بنابراین با پزشکیان ایران ورشکسته به استقبال شورش های همگانی خواهد رفت. خب نه، این شما وسط صحبتتون اشاراتی کردین، یعنی اگر اینها یه عده دیگه ای رو بهتر از اینا انتخاب میکردن، مردم به گفته شما میرفتن در انتخابات شرکت میکردن، مثلا فرض کنید کسی به هیچ وجه، ولی شاید آسیبش برای حکومت مقداری کمتر بود، ولی حکومت به جایی رسیده که هر گزینه‌ای رو به مردم معرفی بکنه مردم برای اون خریداری ندارن. بله این هست. یعنی در واقع مردم همون ضرورالمثل همیشگی سراتای یک کرباس هستند دیگه، تمام تجربه شده هستند دیگه و بهتر از اینا هم دیگه جنسی در وسط نیست. حکومت دیکتاتوری هر چی که از عمرش میگذره از نظر داشتن عوامل اداره جامعه افلاس بیشتری داره، برای اینکه به دیگران اطمینان نمیکنه و اینکه کاربلد بودن ملاک انجام کار هست نخواهد بود. به کی اطمینان داری و از کی میتونی انتظار خدمت داشته باشی ملاک انتخاب گردانندگان میشه و چون با فساد زندگی میکنه این حلقه
هر روز تنگتر و تنگتر میشه. اینا مسائل داخلی خودشونی که همین هم هست که از بیرون هم واقعا داره به همین نزدیک میشه و همونطور هم که شما هم اشاره کردید مردم براشون این هست که اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا جمهوری اسلامی نمیخوایم که اینو نشون دادن جمعه گذشته و جمعه فردا نیز قطعا نشون خواهند داد در گام‌های بلندتر به سوی پس گرفتن ایران. ممنون آقای رضا تقی‌زاده عزیز. و یک سوال خصوصی هم داریم آقای تقی‌زاده، بینندگان غریبه نیستند. شما چون از من پرسیده میشه میگن آقای تقی‌زاده به این شیکی در کانال یوتیوب بود، آیا بچه بچه سلیمان هستن اینها؟ اینطور تلقی میشه. من همینجا میپرسم شما نه، من البته هموطن هستیم با همه و باعث سرفرازی است همشهری ما هم باشید در مسجد سلیمان، ولی فکر نمی‌کنم. شهر من تهران، وطنم ایرانه و به این افتخار میکنم. بله، سپاس بسیار از شما. برنامه رو تقدیم میکنیم به همه عزیزانی که در راه پس گرفتن ایران از رژیم ملایان تلاش میکنن، چه در ایران و چه در خارج از ایران. ممنون و به امید دیدار در شماره‌های آینده این کانال یوتیوب.